سلام دوستان، خیلی خوش Oh اومدید به چنل man, امیر. I should have finished those deep fried آقا یه chicken wings اکانت from last گرفتم. night. ماما I'm میا، starving. خیلی گاده این اکانت. اینو من فقط گرفتم برای کاستوم و برای ویدیو شما دیگه. اگه حمایت کنید که ویدیو آپلود میشه سریع و براتون میاد. آقا من چند روزم نبودم، یعنی چند هفته نبودم، دچار چند تا مشکلات بودم و حالا پرقدرت برگشتم دیگه. آقا اینجام که رنگاشو دیدیم، بریم گاناشو بهتون نشون بدم. آقا اینجا M4 رو داریم و آره دیگه M4 سبز، بعضی هم بهش میگن لجنی، نمیدونم. آقا اینجا هم AK رو داریم. AK لیول 4 قدرتاش باز شده، دخواد ریت و یه خد دمیج یه خد هم موونت اسپید کم میکنه. خوبه بدک نی، خوبه بدک نی نه یعنی ببخش. آقا این عالی دیگه، بتنیکی بازی دیگه که لیولی دیگه. اینم بقیه که آقا میرسیم به M14. M14 هم که زیاد خوب نی، اسکارش هم اگه حمایتتون بره بالا احتمالاً گال لولی بعدی اسکاره. بله اسکار میام میگیرم براتون. آقا اینم گروزاش بود که آرمون پنتریشن رو یه خد دقت داره. آره آقا اینجا 3 تا ما فاموس نقاشی داریم، 1 2 3 نه ببخشید. اینجا هم که بقیه رو داریم. آره دیگه این هم داریم و این صورتی هم داریم. آقا این ایکس همش دوریته، وا یادش بخیر. دوریته من رو اکان قبلی رفیقم بازی میکردم، خیلی گاد بود، چند دست رفت بودم بازی کرده بودم. الانم توی اکانت خودم دارم. آقا یکی اکانترم من دارم و اینو من فقط گرفتم برای کاستوم های فان و کاستوم های دیگه، نمیدونم کل و شاخ و گیلدی و اینا. آقا اینجا هم اینو ببین، این که اصلا 2 خط دمیج و 1 خط دقتی که اصلا مهم نیست. اینو بذار، این فکر کنم برات مانیت. آره چیزاش معلومه. آره بعد این الفوری سیفون چیه؟ حالا هر چیه این خیلی بهتره. آقا اینم که پلاسمایی که اصلا تو گیم نیست، یعنی تو بود قبلا ولی الان دیگه رفته. خب اینو ما گذاشتیم دیگه. آقا اینو خیلیاتون میگه چرا این آبیار نه، این آبیار چرا نذاشتم؟ یه خد ریت یه خد آرمان پنتریشن داره ولی خب اصلا هیت نمیخوره. اینم که خودم تو اکانت اصلیم دارم. آقا اگه حمایت کنید یه دونه مقایسه اکانتم با اون یکی هم میرم. حالا به نظر خودتون اکانت خودم بهتر یا اکانت این یکی اکانتم؟ آقا اینم که G36 شه. آقا میرسیم به اسکیس، خیلی گاده این 2 خط دمیج و 1 خط دقت. ببین اصلا رد نمیده، همش هده. آقا اینم که اسویدیشه، اسویدیوی گادی هم داره کلا به غیر جد از اون اسویدیوی گادی هم داره. اینا این سفیده هم خوبه ولی این خیلی گاده. چه سری بود بابا. آقا اینم که وودپکرش زیاد خوب نی، AC80 طلایی، بدک نی، 100 تیر. بنفشی رو میذاریم ما، یه خدره توی خدقت. آقا اینجا هم که M60 رو داریم، آرمون پنتریشن و اینا هم داشت خد دقت. اینا هم که اون بهتره. این UMP عجیب هیت میخوره با اینکه اصلا قدرتش بهش نمیخوره اونقدر خوب باشه. من فعلا اینو گذاشتم MP5 گاد، 2 خط ریت 1 خط دقت. خیلی خوبه این، اصلا ریتش یه جوریه که صدا بازید زیاد باشه کرت میکنه. این قضیه این مانی هیتس هم داره قرمزه، MP5ش زیاده. اینم که VSS. میرسیم به MP40. MP40ش لیول 6 خیلی خوبه. بعد آقا حدس بزنید داخل کامنت ها که به نظرتون این اکانت دورور چقدر میارزه، من دورور چقدر خریدمش. آقا اینم بقیه MP هست. آقا شاید این اگه حمایتتون بره بالا بویا پس جدید رو قرعه کشی کنم بین کامنت ها اگه کامنت ها زیاد باشه. آقا اینم که P90. این P90 خیلی خوبه، نمیدونم چی با این مقایسه هم حتما بریم و نمیشه ردخور نداره. اینم که
مکتنش هم خیلی خوبه، 2 خط دقت، 1 خط دمیج هم خیلی گاده. فکر کنم برات لاک رویال بود. آره بر اون سایتت. آقا این امداد اسکلتی استخونی چیه؟ خیلی گاده، 2 خط رنج، 1 خط دمیج. شاید با خودتون میبینی قدرتش خیلی نه ببخشید خیلی به درد نخور باشه، ولی ببین ردخور نداره، مثلا رو کله یارو قفل میکنه. این چی بود؟ این اسپاس بود. اسپاس این چیزا رو گذاشتیم. 2 خط ریت و اینا هم داره. اینا هم خوبه. 2 خط چقدر 2 خط ریت داره؟ یا بیام فکر کنم 2 خط ریته. آره 2 خط ریته. اینم این برفی هم 2 خط ریته. پشمو اینا میدونستم 2 خط ریته، ولی نمیدونم جوری که آقا میرسیم به دلول. اینا رو ول کن. دلول لولی لول 1. آقا اینم حمایت کنید راحت تا 4-5 میتونیم ببریمش. آفرم که اومده 3 روز ویدیو آفرم براتون میارم. آقا اینم که شاتگان شارژی هم که هیچی. تراگون اصلا حرفش تو ویدیو نیاد، اصلا حالم هم میخوره ازش. آقا میرسیم به اسنایپ، یکی از گانهای مورد علاقه من. خیلی خوبه، خیلی گاده. آقا اینم که کارنواداش خوبه. اینم پشت یخزنشه، گاده. اینم که پشت یخزنش آرمون پنتریشن و ریت داره. ریت زیاد مهم نی تو اسنایپ. اینم که یو اس بیه. اینم که چیزه دیزل G18 طلایی هم داره. اون دیزل تلاش وای. اینم که این دلول کوچولو باشه، نه یعنی دلول کوچولو. اینم که یه خط رنج داره. من با این بهتر طلایی میزنم. نداره. اینم که خوبه. اینم که دیگه اسکین نداره. آقا میرسیم به اینجا مایتابش خوبه. اون اولی خیلی گادو. این ولی اکانت خیلی قدیمی نه، خوبه. زیاد قدیمی نی. فکر کنم از الیت اون روباهه بود پشتش دوم داشت، فکر کنم از اونه، چون من یه لباسش رو دیده بودم از اون بود آخریش. حالا اگه دیدم اگه عکسش رو پیدا کردم میذارم. آقا اینم که کاتاناش هم گاده خوبه. اینم که احسا هم که چاقوش مشت نداره متاسفانه. این نیدش خیلی باحاله. این نید چیزا رو من فکر نمی‌کردم کوچولوش. آقا منم که این سفیده رو گذاشتم. یخ بندی تو کوبرا و این بنفش خزو نه یعنی دارم خز نه این فکر نمی‌کنم خز باشه، ولی این خزه. آقا اینم که این لانچر است، 2 خط دمیج و اینا داره. اینا چقدر لانچر داره؟ لانچرش بکنم اصلا بیشتره. این که لانچر اصلا استفاده نمیشه کرده. نه یعنی ولشونی مهمی. آقا رسیدیم به بخش ست هامون. این چند دقیقه مونده. خب خوبه باهمونی. آقا بندیتا رو میبینیم. 2 تا بندیتا خوبه بازیمون که بهترینشون هکر است که من دارم از نظر خودم، ولی شاید یکی بگه بنفش، یکی بگه زرد، یکی بگه همین نئونی، حالا هر کی نظر خوش، ولی به نظر من چیزه. آقا اینم که خیلی الیت داره، کنم این 7-8 تایی داره. این الیت این لباسش من خیلی تو ویدیو اگه بخوام ویدیو بگیرم خیلی لباسش استفاده میکنم. هم که داره. این مو هم که خوبه، بدک نی. نه یعنی آقا هر کی اینو فهمید کیه کامنت ها بگه. کسی نی که اینو نشناسه، شاید هم بشناسه، مهم نیال. آقا اینم موهاشه که موهاش هم خوبه همین امروزی. این الیت وای اینو داری؟ فقط بریم پوینتر رو ببینیم. اینو داره. من دقیق اکانتر رو ندیدم، بریم ببینیم. چون دست رفیقم بوده تا چیز بشه. خودم رو اکانتم بازی میکردم ولی خب نمیتونستم ویدیو بگیرم. اینم که موهاش آبیه، نداره شبا قریبه، مهمم نی. خزه دیگه.
آقا میرسیم به ماسکو. آقا ماسکو رو ببین تو، وایت و شیطان، کل شیطانه، خیلی گادن اینا. این وای 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 خیلی کله هاشون گاد. دو تا کله خوب بازی رو داره، بعد دیگه مو دیگه من چی بذارم؟ من فکر نمی کنم با مو بازی کنم، فقط با این دوتا کله. این شروال خوب و لباس اینا، با این لباس هم خوب و این دوتا هم با هم بزنم. مثلا این کله وایت و نمیدونم خود دوتا کله خوب بازی، نمیدونم کدوم انتخاب کنم. و به نظر خودم، آقا نظر شخصی خودم، به نظر خودم یه ذره شیطان نه، ولی یه ذره وایت من خیلی یه ذره بیشتر دوستش دارم، ولی شیطانم خوبه، بد نیست. یه ذره وایت. آقا این همون لباسش که بهتون گفتم، فقط به خاطر پشتش. آقا فکر بد نکنم، پشتش همون چیزا داره. آقا اینم که شروال خوب نداره شانس ما. لباسش هم ببینیم. این همونه. این همونه واسه آیناش. این برای همونه. این چیزی که ایشون نداره فکر کنم. آبیش یا بنفشش یا همون آتشیه. کچرباله. کچربال مشکیه. اگه بشه با این شروال خوب پیدا کنم، با این نمیخونه زیاد. اگه با این بخونه این برام الیت هست که خودشم داره. من با این چقدر ست برزیلی میزدم، خیلی قشنگه. اینم که برام روبا هست. آره اینم که لباسای دیگه بازی و آره دیگه لباسای دیگه هست. بریم ببینیم که یکم بریم بالاتر. این چه که برای خفاش بود و اینم که هیچی. آقا بریم اون کت مشکیرمون بزنیم که آقا من خیلی گشتم ولی اون زندانی مشکیر نش. اینم که پیداش کردیم. همطور بریم بالا، بریم چیزی از قلم ننداختیم. نه مثل که ننداختیم. این شروال چیزم قشنگه ولی خب یکم کت و کلفته. بریم پایینتر. اینم که شروال اون الیت روح خوبه. اینم فعلا شروال ندیدیم که به این لباس رو بخوره، یعنی خوب باشه. برو. حاجی این چقدر گد شد با این. وای آقا ست من تضمین شد با کل شیطون جان، ولی با وایت یه چی دیگه است. آقا نظرتون رو یک تا به این ستی که زدن چند نمره میدین؟ آقا اینم که دنساشو واقعا دنسای گادی داره. ببینیم که چه دنسایی داره دیگه. این سگم داره. اینم که تو استور هست ولی خب کسی نمیره یکا بده به این. اینم که دنس پادشاهی خیلی گاده. آقا اینم که هیچی. اینم که دنس خندو. دنس قلبو نداره، من خیلی گشتم ندیدم که داشته باشو. آره دیگه. آقا اینم که بقیه دنسشو اینا. آقا این بویا پسه رو بگیره، بعدش که این بویا پسه رو بگیره من چند تا میخوام دنس دیگه هم بذارم که این 4 طرفش، یعنی خودم بگیرم یکی بگیره. دنس زامبی ریدن تو این دنس. نکن شبیه روباتا شده. روباتا یه سنگی خواه را برن تازه. آقا بریم این دنس هم که داره. اینم که یه ورود به اسکوادشه که ورود به اسکواد. اینم که هیچی. آقا بریم ببینیم دیگه. اینم که هیچی نداره. آقا این کوله هم خودم انداختم. بابا درخواست نده بی برو تو. خب اینم که پرچم چیه؟ چتر رو خودم انتخاب کردم که خیلی گاده. این دهنش رو اینطوری میشه. نره میزن. اسکین چرا اینو گذاشته؟ بریم یه اسکین خوب پیدا کنیم. چه باله. اینم که برای الیت بود. با حال این مانهیت و اینا که داره بیشتر ندارم رو هیچ کدومشون نی. این یکم بهتره بینشون.
این چه قشنگه. این فعلا این فعلا بین اون دوتا بریم پایین تر ببینیم که دیگه چیا هست. خب اینا که هیچی. این سبزه بول. اینا که هیچی. صدام رفت تو دماغ. هم که هیچی. ولی کجا هیچی مثل اون چاقو نمیشه بالا دیده میشه. اینم که هیچی. مانی هیچ هم که داریم اینجا. آقا بریم همینو بزنیم. این خیلی گوده. ولی خب ما اینو بزنیم. یه یعقوب نه یعنی بلکن هیچی. خب آقا که بریم پایین. هم که برای آقای سی نه آقای کریستیانو رونالدو. آقا اینم که هیچی. اینو گذاشت. اینو بذار. اینم که هیچی. اون آتشیه رو بذار. آتشی قرمزه رو بذار. اینم که پروفایلاشه که این آواتاراش هم میبینید. من خیلی دوست داشتم این آواتاره رو اکانت خودم داشته باشم. خیلی قشنگه این زنه. وای اینم قشنگه. این قرمز شاخدار. ولی هیچکی مثل اون نمیشه. بیا اینجا. ماشاءالله. حالا این بنرش رو خوب دیدم عوض میکنم. بریم پایین. خب این که خوبه. کجا میره؟ برو پایین. این جوکره. اینم داره. اینم داره. اینم داره. اینم داره. نه ببخش. اینو بذاری. یکی اینو بذارش. من فکر میکردم یارو چرخ دنده داره چون اینو داره. بعدی رو فهمیدم که اصلا برای یه جا دیگه است. یادم نیاره کجا بود. حالا مهم نی. آقا اینم که داشتیم میدیدیم و دست گل برای تمام اونایی که میده. آقا بریم ببینیم که این اکانت هیچ بویا پسی نداره. هیچی. ست گلکسی و کبرام که اصلا نداره. هم که جدا این بحثا بریم کتاباش هم چک کنیم. کتاب نداره. اینم که داره هم رایگانه. حالا مهم من این چی مارک شد. برو تو. این برای توالته بود. اینا نمیدونم چی کار میشه که اصلا هیچ کاری نمیشه. این که بندی تو داستان پاستانش بهمون داد. برو پایین. اینم که ستاره دارم. این ستاره تبدیل شونده زیاد خوشم نمیاد. نمیدونم چرا. این اگه مثلا وایسا الان که این چشش اومد. این اگه همینطور بود من 100% میذاشتم. این که تبدیل شونده است من زیاد خوشم نمیاد. ولی باحاله یه جورایی. فقیر میشه و پولدار میشه. اینم که برو. خب نه ببخشید. برو دلقک. اینم که ببینیم این لباسه. لباسه سته خیلی قشنگه. اینم که برای این چیزه بوده. پولیور و اینا رایگانه شو داره. اینم که بریم ببینیم. اینم که فانتوم جدیده و قراره بیاد و اینا. حالا معلوم نی به چه صورتی قراره بیاد. چون اگه بخواد به صورت این کوب بیاد شاید بره اولی مثل امپی هم که اون طلایی بعدشون پاستوریه اومد. این هم که شراب برزیلی جدید رو میبینید. این هم که سبزه رو که دارم. این هم که شربار چیه. این یخهای برزیلی که این نیومده بکنم مثلا تو گیم. ولی هم فکر ندیدم که داشته باشه. آقا این هم که تموم شد و آره دیگه. اینجا می چک کنم دقیق. خب بیم بیرون دیگه اینجا. آقا این کلم آقا این هم که هیچکی نیست. همه تو بازی هم که یارو هم که فکر کنم آفلاینه باگه. ببین آقا این ستا هم که زدم خوبه بد نیست. تو کامنت ها بگی آقا اون آفرم میبینیم سمت چپ داره چشمک میزنه برای خودش. آقا این بویا پس هم که میایم میگیریم. اگه کامنت های این ویدیو نه فعلا نه ولی براتون یه قرعه کشی میکنم.
یه روزی داخل اینستا رو بزنیم، ما پیج اینستا رو Oh دیگه اینا man, اوکی کنیم. I should have finished those deep fried chicken wings from last مرسی که تا night. آخر ویدیو همراه من بودید. Starving. دنس آخرم براتون بذارم، لایک کامنت که فراموش نشه. فعلا خداحافظ.